مثل هیولایی. یه لحظه شبیه هیولا شدی از اون ور میزد. فکر کردم گودزیلای 3 رو ساختن. دوستان زحمت کشیده. منم ترسو. بهمن دوست دارم. عزیزان چرا میخنده؟ شما همش شوخی گرفته. من دارم ابراز علاقه میکنم. شما باید همین کارو بکنی. با من مهربون باش. من نوازش کنم. عدس شما. بیا انرژی بده. اصلا به تو من دلمو، اصلا به تو تفرنمو، بده تو دست منو، بگو میدونی قصد منو. باید اینو من بهت بگم، خوشم اومده ازت یکم بیشتر توجه کن به من، نزا که از دست برم. من دوست دارم و یه بیقرارم و کسی که نمیتونه بی تو بمون. عشقم انگوش بکن تو چشمم. موزه باش. من اینجایی به موزه عجب صدایی داری آقای هاشمی. واقعا صدای شما خیلی قشنگه. فقط یه مقدار توفل شدی اخیراً. باید رژیم بگیری. آره قبرستان مرغ بهش دست نزن. دیگه واقعا منو دوست داری؟ یه خورده به خودت بش. موافق هستی؟ بیا عاشقتم. بیا از که میگی دوستم داری، واقعا رژیم داری. باشو بیچاره خوزم یکم ها میشه آن شکم. کاری نداری باشو بیایی داری، هنده بوده من بیداری بفرمه حالا کی میتونه جلوی اینو بگیره؟ آقای هاشمی جان نگاش نکنید اینجوری میخنده. نگاش نکنید تلویزیون برنامه‌های شاد اجرا میکنه. قلب بسیار رئوفی داره. چند روز پیش